بنا به گزارش خبرنگار آزیا پلیوس، سیدرحمان نظریف، قیامالدین نصرالدینوف یکی از دو متهم اساسی در کشتار پرسر و صدای 4 عضو اویله محمدوف از نویه جیهون در مرافعه دادگاهی از بیانات در دوره تفتیشات پیشکی داده‌اش دست کشیده گفته است او را تحت شکنجه مجبور به اعتراف گناه کردند و او خود را گناهکار نمی‌شمارد. اهل‌دین محمدوف 39 ساله و 3 فرزند 8 13 و 14 سالش شب 12 ایون سال 2021 به طور وحشیانه با تبر کشته شدند. قیامالدین نصرالدینوف، همسر او عدالت شرمتوفا و محمد غیور حبیب اللهیف بر اساس ماده 104 قسم 4 به کشتار 4 نفر با بیرحمی مخصوص، ماده 32 قسم 3، ماده 104 قسم 2 قصد کشتار 2 نفر و ماده 255 قسم 2 قصداً سوزاندن مال و ملک غیر عیبدار میشوند. نصرالدین و حبیب اللهیف را بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان با دزدی هم عیبدار میکنند، ولی قیامالدین نصرالدینوف در مرافعه گفته است بله من خودم را در دزدی گناهکار میشمارم، ولی ماده های دیگر را به گردن نمیگیرم. من محمدوف ها را نکشتم. تمام بیاناتی که من در دوره تفتیشات پیشکی دادم تحت فشار کارمندان میلیس و مفتشان بود. نصرالدین گفت او را توسط شکنجه و تهدید مجبور کردند که این گناه ها را به گردن گیرد. من و اهل‌دین محمدوف خویش و تبار بودیم و من هیچگاه همسرم را به او رشک نمیکردم. از کشته شدن او من صبح وقتی خبر یافتم که برای آوردن زن و کودکانم به خانه خوشدامنم میرفتم. شب حادثه من در خانه خوشدامنم بودم و من و پسرم ساعت 22 به خانه برگشتیم. تخمینا ساعت 23 من از خانه برآمدم تا با همسر محمد غیور صحبت کنم. وی در ششلی خانه سر را کار میکرد. به من گفتند که همسر محمد غیور او را به همسر من رشک میکند. میخواستم در این باره گپ زنم ولی وی را نیافتم و به خانه برگشتم. صبح روز دیگر به خانه خوشدامنم میرفتیم که از کشتار اهل‌دین خبر شدم. در پیش خانهش آدمان زیاد بود. من میخواستم گذشته روم که 2 کارمند میلیسیا مرا منع کردند و به جماعت بردند. در آنجا مرا پرسیدند که شب کجا بودم و با چه کار مشغول بودم. محمد غیور را هم بدتر آورده بازپرسی کردند و سپس مرا جواب دادند. 1 روز بعد ما را حبس کردند و در شعبه میلیسیا مرا زدند و مجبور کردند که این جنایت را به کله بگیرم. اول نگفتم ولی به شکنجه های پیوسته تاب نآوردم و هرچی که آنها میخواستند به کله گرفتم. با همین دادگاه تا 4 اپریل سال 2022 تنفس اعلان کرد. مرافعه پرونده پرسر و صدای قتل 4 عضو اویله محمدوف در دادگاه ولایت قتلان تحت ریاست خسرو خالزاده 9 مارس آغاز یافت. خالقزاده قبلا گفت که جلسه روز 16 مارس را آنها در نویه جیهون دایر کردند چون که جبر دیده ها به سبب وضع سلامتیشان برای اشتراک در مرافعه به شهر باختر آمدن نمیتوانستند. پسر زنده مانده این خانواده حالا با دشواری گپ میزند و بیانات او را تنها با کمک روانشناس توانستند بگیرند. بنا به اطلاع آزیا پلیوس، لطافت عزیزوفا همسر محمدوف در جریان مرافعه نیز بیانات داده است که آن شب وقتی بیدار شد عدالت شرمتوفا ملقب به ستم را دید که نور چراغ فناریک را بر روی شوهرش اهل‌دین روانه کرده بود و در همین هنگام یکی از متهمان معتبر اهل‌دین را زد. وزارت کارهای داخله قبلا در یک گزارشش گفت که این فاجعه از آن روی داد که حبیب اللهیف به نصرالدینوف گفته است که همسرش با محمدوف روابط پنهانی عاشقانه دارد، ولی عدالت شرمتوفا همسر قیامالدین نصرالدینوف که حالا به دست داشتن در این کشتار عیبدار می شود قبلا گفته بود که کارمندان میلیس وی را مجبور کرده ایستادند تا به ضد شوهرش بیانات دهد. تاکید کردم به گردنگیر که همراه شوهرت رفته پشت در نشستی و دیدی که او همین جنایت را کرده است. دشنام میکنند، عذاب میدهند که به کله گیر. در اصل چیزی را ندیدم. شب حادثه در خانه مادرم بودم.